فلانی خان وقت صبح از خواب بیدار شد سکته قلبی کرد. یک شخص دیگه سکته قلبی کرد. بالاخره این سکته قلبی چی است و چگونه انسان ها سکته قلبی میکنه؟ سکته قلبی به نام MI یا مایوکاردیال انفارکشن هم یاد میشه. یک حالت است که حجرات قلبی وظیفهش این است که قلب را تقویت بکنه تا قلب خون را پمپ بکنه و تمام اعضا برسانه. متاسفانه از اثر قطع جریان خون به این عضلات قلبی متاسفانه عضلات از بین میره، نکروز میکنه. این حالت را ما به نام سکته قلبی یا MI یاد میدیم. حالا MI یا سکته قلبی چه قسم به وجود میاد؟ در سیستم قلبی اویه ها است یا شریان های قلبی که برای شریان های کرونری یا اکلیلی هم یادش میکنن موجود هست. وظیفهشون است که خون را بیاره به حجرات قلبی تا حجرات قلبی خون بگیره، اکسیژن بگیره، مواد مغذی را بگیره و خود را تقویت بسازه تا در پمپاژ خون کمک بکنه. زمانی که رگ ها مسدود شد، جریان خون به طرف حجرات کم شد و در نهایت جریان خون قطع شد، حجره از بین میره. وقتی که از بین رفت، این حالت را ما به نام سکته قلبی میکنیم و شخص سکته قلبی میکنه که میتونه یک قسمت بسیار کوچک از قلب را مصاب بکنه و میتونه قسمت زیاد یا وسیع قلب را مصاب بسازه. سکته قلبی اسبابش چی است؟ چی دلیل به سکته قلبی موجود هست که یک شخص سکته قلبی میکنه؟ از جمله عمده ترین دلیل به سکته قلبی آتروسکلروزس هست یا تصلب شرایی. یعنی چه قسم یک حالت است؟ شریان ها به صورت نرمال دارای قطر معمول هست که خون ازشان جریان پیدا میکنه. در اشخاصی که چاق هست، در اشخاصی که چربی خونشان زیاد هست، متاسفانه چربی میاد در دیواره از رگ جمع میشه و به شکل یک کو قطر اویه را تنگ می سازه. پس جریان خون را به طرف قلب کم می سازه. زمانی که جریان خون به طرف قلب کم شد، آهسته آهسته با مرور زمان جریان خون به طرف حجرات قلبی قطع میشه و شخص میتونه که سکته قلبی بکنه. دلیل دوم عبارت است سیویر انیمیا یا کمخونی های بسیار شدید هست. اشخاصی که بسیار شدیداً کمخون هستند چون خونشان کم است، پس وقتی که خون کم بود طبعا قلب و حجرات قلبی به خون ضرورت داره، خون کافی به حجرات قلبی نمیرسه و شخص میتونه به مرور زمان مصاب به سکته قلبی شود. دلیل سوم عبارت از پولیسایتیمیا است. اشخاصی که مصاب به خون زیاد هستند، یعنی خونشان زیاد هست، بیش از حد معمول خون دارن. وقتی که خونم زیاد شد، خون به درستی نمیتونه جریان پیدا بکنه و علقه جور میکنه. علقه زمانی که ساخته شد رگ بند میشه. رگ زمانی که بند شد باز هم خون به مایوسایت ها و حجرات قلبی نمیرسه، حجرات قلبی تخریب میشه، از بین میره و شخص مصاب به سکته قلبی میشه. دلیل دیگهش عبارت از حالات مثلا امراض بسیار شدید ریوی هست. زمانی که ریه فوق العاده شدید مصاب به امراض باشه، چون تبادل اکسیژن مختل میشه، بدن دچار کمبود اکسیژن میشه و اگر دوام داشت این مشکل جدی ریه ها، شخص میتونه که مصاب به سکته قلبی شود. همچنین بعضی از حالات دیگه، مثلا اشخاصی که مصاب به امراض مانند سفلیس هست. سفلیس ثانوی، سفلیس 3 مرحله داره. مرحله سومش میتونه که 40 الی 50 سال بعد به وجود بیاد. زمانی که در قلب به وجود آمد، متاسفانه کار میکنه که از جایی که رگهای قلبی منشأ گرفته دهنش را تنگ میسازه. وقتی که دهنه را تنگ ساخت، جریان خون به طرف حجرات قلبی کم میشه، یعنی کرونری اوستیال استینوزس را میسازه. وقتی که رگ تنگ شد، پس جریان خون کم میشه و این هم یکی از اسباب میتونه که به خاطر سکته های قلبی باشه. کدام اشخاص در خطر سکته قلبی است؟ یعنی ریسک فاکتورها یا فاکتورهای خطر به خاطر سکته قلبی کدام هست؟ اشخاصی که در خطر است، اول اشخاصی که چاق هست. متاسفانه اشخاصی که چاق است خوب صحیح متوجه باشین، وزن کم کنین که متاسفانه در خطر سکته قلبی هستید. اشخاصی که سیگارت استفاده میکنه در خطر سکته قلبی هستند.
اشخاصی که الکل استفاده میکنن متاسفانه در خطر سکته قلبی قرار داره. اشخاصی که ایج یا سنشان افزایش پیدا میکنه بنابر استحاله یا تخریباتی که از اثر سن به وجود میاد همچنان در خطر سکته قلبی ای اشخاص هستند. و همچنان اشخاصی که چربی خونشان زیاد است، چاق نیست ولی چربی خونشان زیاد هست، هایپرلیپیدمیا دارن، هایپرکلسترولمیا دارن. زمانی که چربی خون زیاد شد میتونه که زمینه را با آتروسکلروسیس که ما یا تصلب شرايين که عرض کردیم مساعد بسازه. زمانی که زمینه را با آتروسکلروسیس مساعد ساخت بنابراین شخص میتونه یعنی در خطر سکته قلبی قرار میگیره و میتونه که شخص مصاب به سکته قلبی شود. حالا ما چی بفهمیم که یا ما یا اعضای فامیلیم یا هر شخص دیگه که هست سکته قلبی کرده، یعنی کدام نشانه ها را ما باید متوجه باشم، کدام علایم را یا کدام اعراض را متوجه باشم که شخص سکته قلبی کرده. اولین چیزی که متوجه باید باشیم مریضی که سکته قلبی داره یا مصاب به سکته قلبی میشه می داشته باشه عبارت از درد هست، دردی که بسیار شدید هست و در ناحیه سب استرنال یا تحت استقوان استرنوم در قسمت وسط قفسه سینه یک درد بسیار شدید شخص احساس میکنه. دوم شخص ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه. وقتی که نبضش را چک بکنی ضربان قلب و نبضش همچنان بسیار زیاد هست. همچنان شخص عرق میکنه یا دایفروزیس می داشته باشه، شخص عرق میکنه، شخص بسیار بیشیمه و خسته میشه. همچنان شخص میتونه که دچار مشکلات تنفسی شود. مثلا شخص زمانی که سکته قلبی کرد مشکلات تنفسی پیدا میکنه و درست تنفس نمیتونه که اجرا بکنه. بنابراین این مشکلات هست که اگر یک شخص مصاب به مشکلات بود ما مشکوک میشیم که نکنه شخص سکته قلبی کرده باشه. حالا زمانی که یک شخصی که سکته قلبی کرد ما چگونه شخص را تداوی بکنیم؟ چه قسم تداوی میشه؟ میتودهای مختلف تداوی. وقتی که من متوجه شدم که فلانی شخص اینی اعراض و علائم را داشت و مشکوک شدم که سکته قلبی نکرده باشه باید هر چیزی زودتر به شفاخانه انتقال داده شود. و اهتمامات وقایوی یا اهتمامات تداویی که به اشخاص صورت میگیره مختلف است. از جمله به شخص اکسیژن میدن تا دوباره بتونه به عضلات قلبی اکسیژن کافی برسه. همچنین به شخص بعضی از ادویه‌جات را استفاده میکنن تا حجرات قلب آرام بسازه و به آرامی تپش بکنه تا نیازش به اکسیژن کم شود و همچنین ضربان قلب آرام بکنه. همچنین به شخص اسپرین میدن. اسپرین از جمله دواهایی است که جریان خون را سریع میسازه، یعنی خون را آبگین میسازه، خون را رقیق میکنه تا خون کافی بتونه به حجرات قلبی برسه. و همچنین مهمترین دوایی که به شخص میدن عبارت از مورفین هست، یک دوای بسیار قوی درد هست چون شخص بسیار شدیدا درد داره. برای بر شخص مورفین توصیه میکنن، مورفین میتن تا شخص دردش آرام شود. به همین شکل اهتمامات و اقدامات مختلف طبی است که به مریضانی که مصاب به سکته قلبی میشه صورت میگیره. و همچنین بعضی از اقدامات جراحی است اشخاصی که مصاب به سکته قلبی میشه اگر رگشان بند باشه با میتودهای مختلف جراحی به حساب مریضا استند میمانند که اصطلاح عامش قسم است که وال قلبش بند بوده برش به حساب اسپرینگ انداختن، اسپرینگ مندازن برش که رگ باز باشه خون کافی به قلب برسه.